به هرات فعلا کمه. یک وقتی که ما خود بودیم 70 تا خراس ما یاد میدیم. به هرات 70 تا بود. فعلا 2 تا یا 100 تا بیشتر نه. دلیل از هنر پیش مردم رفته. همین هنر فراموش شده. والا سکوته. حالا ما خودمون شاید 5 سال بعد 10 سال من برای کار. بعد از ما خدا میدونه شاید همین سکوت بشه. به دیگه کشورها فعلا این به موزه ماندگی است. سابقا کار خراس همی بود کنجت به جایی نمیرفت. داود خان نمیگدوش که به جایی بره. بفهمیدی؟ همی کنجت همی خراسکارا کار میکرد و همی بسته شهر نوی سب کن تا به جاده ایدگاه اینا خراس بود. روغن کنجد برای قند خوبه، چربی خون، قند، فشار، پوکی استخوان. او کنجد است، اعصاب آروم میسازه. به همه چیز خوب است، هیچ تاوان نداره. این خراس کسبی هست که برای ما از بابو، بابچه و پدر میراث مانده. ما این کسب تقریبا 100 سال 150 سال میشه ادامه دادیم. فعلا در سطح ایران چیزی زیادی از این باقی نمونده، به خاطر اینکه سرفیس زیادی نداره و ما همین به وقت بری که رزیم کسب پدری ما رو میگم یلا نکنیم، همین قسمت هستیم و کار میکنیم.